خدایا خود را بشناسم. کتاب خاطرات از ادبیات شناس و نویسنده شهیر تاجیک زنده یاد رسول هادی زاده. تهیه و صدا رامین هادی زاده. پدرم حیدرخان نام داشت. وی فرزندی چهارمی والدین بوده. تقریباً سالهای 1892-93 در گذر قاضی کلان متولد شده است. در خواندن و نوشتن و حفظ نمودن قرآن و بیت‌های شایگان از کودکی قابلیت خوبی داشته و از این رو مورد دلبستگی و مهر خاصه پدر بوده است. در 10-12 سالگی به یاری استاد در نوشتن نستعلیق مهارت خوب پیدا کرده و با سفارش پدر گلشن توحید نام مثنوی عارفانه را به خط جلی کتابت نموده از پدر سیله و هدیه هم گرفته است. این نسخه را من دیرتر در دست داشتم. در واقع هم صرف نظر از سن و سال به خط زیبای استنساخ شده بود. پدر در سن 14-15 سالگی به مدرسه رفته در حجره وقفی اولاد ما چند مدت با عمو بزرگم رضاخان و بعد خود تنها زندگی کرده است. ایشان از تفصیل تحصیل خود و استادان مدرس کمتر صحبت می کرد. تنها یک مدرسی که به ایشان بیرون از علوم مدرسه شعر و ادب یاد می داده با مهر و شکرانه یادآور می شد. این مدرس برهان مخدوم نام داشته از کوهستان فلغر بوده است و بعد از فراغ تحصیل به منصب مدرسی منصوب شده است. از روی نقل پدر این شخص خیلی درویشانه و بینوایانه بیزن و فرزند تنها در یکی از حجره‌های مدرسه عمر به سر می برده است. شخص خیلی ظریف، گشاده زبان، شعر دوست بوده، با جوانان هوشیار و مستعد صحبت آراسته از کتاب‌های کلیله و دمنه، مثنوی رومی، بیدل، حکایت‌های سودمند و پندآموز می‌خوانده است. در هر مورد از کتاب‌های اخلاق و ادب حکایت‌ها آورده، بعد به پند و نصیحت می‌گذشته است. تا انقلاب ساکن حجره مدرسه بوده، بعد از تعقیب و زوراوری بلشویکی دیگر ترک مدرسه گفته است و کسی از تقدیر بعدی وی خبر نداشته است. بعد از انقلاب تحصیل و تدریس در مدرسه ها ممنوع گردید و پدر به طیلاق آمده در ملک موروثی پدر زندگی به سر برد و در همین جا به مادری من از شهر ازدواج نمود. در خاطر ندارم که از خردسالی مرا به شعر و شعرخوانی کی ترغیب و راهنمایی کرده باشد. از آن دمی که خود را می شناختم در رف کتاب‌های پدر کتابی را به حروفات کهنه فارسی نمی دیدم. خیلی کم واقع می افتاد که پدر در مورد برای ما شعر خوانده باشد. سبب این همه خاموشی و بی‌حوصلگی را نسبت به شعر بعدتر فهمیدم. پدر خوب می فهمید که خواندن کتاب‌های کهنه و ترغیب و تبلیغ آثار گذشتگان از طرف حکومتداران و مقامات مخفی حاکمیت تعقیب می شد. از این سبب در خانه از نسخه‌های خطی و نشرهای قدیم آثار گذشتگان کتاب نگاه نمی داشت. یک صندوق کلان کتاب‌های درسی مدرسه و آثار کلاسیکان چاپ هندوستان در حوله مادر کلان مادریم به طرز پنهانی نگهداری می شد. بعد از سالهای جنگ که تعقیب و نظارت‌های مخفی از بالای کتاب‌های به اصطلاح قدیم کمتر شد، در خانه ما کم و بیش کتاب‌های شعر و ادب گذشتگان پیدا شد و پدر آشکار از این کتاب‌ها استفاده می‌برد. تدریجاً می‌فهمیدم که وی در علوم دینی و شرح و ترجمه آیات قرآن دانشی خوب دارد. در خواندن و شرح اشعار انوری و حافظ و بیدل نیز وقوف کاملی را داراست. در سالهای آخر مثنوی رومی و کلیات بیدل را بسیار می‌خواند و ابیات زیادی را از مثنوی و غزلیات این شاعران از بر می‌دانست.
این جانب از ذخیره دانش ایشان تا رفت زیادتر بهره ور می شدم. قبلگاهی در آماده نمودن مجموعه های آثار انوری، رومی، احمدی دانش به بنده یاری می کرد و به این واسطه به فهمیدن شعر راه را روشن می نمود. باری دید که برای ترجمه روسی از کلیات بیدل رباعیات شاعر را انتخاب می کنم. گفت که چطور بیدل با تو گپ می زند؟ یعنی شعرهای وی را درست می فهمی؟ گفتم رباعی های حضرت بیدل به فهم من نزدیکترند، لیکن مثنوی های و غزلیاتش چون طلسماتی به نظر می رسند. گفت که برای فهمیدن بیدل پیش از همه مثنوی عرفان او را به تعمق خوانده فهمیدن لازم است. بعد در طلسمات بیدل بر روی کس باز می گردد. بهار سال 1970 وقتی که پدر و مادر در دوشنبه در مهمانی ما بودند، با یاری و راهنمایی پدر عرفان بیدل را خوانده برآمدم و بعد حس کردم که کمی به بیدل نزدیک شدم. خلاصه پدر در خردسالی و بیداری شوق ادبی من چندان کوشش و رغبت نداشت، اما دیرتر در تکامل دانش شعرشناسی و کمالات معنویم نقش بارزی از خود باقی گذاشت. پدر شخص خیلی ظریف، حاضر جواب، بزلگوی و معرکه آرای حلقه دوستان خویشاوندان بود. نسبت به جوانان و شاگردان سختگیر ولی مشفق و غمخوار بود. امروز بسیار شاگردانش که در سمرقند و دوشنبه با من ملاقات می کنند، ایشان را به نیکی همچون استاد یادآور می شوند که شادی و مسرت و افتخاری مرا افزون می گرداند. خدا رحمت کند.